پارسیانگل. آقا اومدیم بیرجند، خب تو خیابون خلیج فارسه. آره اومدیم بنزین بزنیم. برادر عزیز ما پمچی همینجاست مشغوله. روشن کن سری که اگه دیر روشن شد سکه از دست رفت. نه دارم. آره من هر دو پیج تو دارم. یعنی اگه کارت ندی خب میام سکه رو برمیدارم. خدا شد به خدا سکه رو برمیدارم. قول میدم بهت. خب چون یهو منو دیدی گفتی پارسیانگل. بس شد؟ یه لحظه الان برات میزنم. بیا اجی به پارسیانگل 117,000 درسته فالو داره. فالو داشتم درسته. ولی ببین اینا رو فالو داری. این نه من اونا رو نه دیدم باید فالو میکردی. خب من دیدم تو پیج شما فالو میکنی از بقیه رو ولی من اونا رو باید فالو میکردی. بیا من اینجا الان فالو میکنم ولی سعی کن اینایی که من 5 نفره 500 نفر نذاشتم که تو پیج زیادی اضافه بشه. یه هدیه این آقا دست از طرف پارسیانگل خدمت شما. یک کد هم به شما میدیم که میتونید تو جشنواره ما شرکت کنید که ما 5 تا زمین 250 متری توی مشهد گذاشتیم. آره دیدم. 5 تا فیش حج گذاشتیم. 5 تا مشتر گذاشتیم. از یه سفرتون دنبال قابل شما نداره.